سلام، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از کانال هستم. همراه ما باشین و جایی نرید، چون قرار توی این ویدیو براتون یه راز تاریخی از یه ماجرای تاریخی بکشیم. اگه ما رو دارید روی یوتیوب میبینید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی ما جان. اگه هم روی آپارات میبینید حتما کانال رو دنبال کنید، زنگوله اون رو فعال کنید و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. بریم سراغ ویدیو. سلام به همگی. تا حالا از خودتون پرسیدین چرا تو ایران روز پدر دقیقاً همون روز تولد امام علیه؟ یعنی یه چیز اتفاقیه یا یه دلیل عمیق‌تری پشتشه؟ امروز میخوایم با هم بریم سراغ ریشه‌های این سنت قدیمی و ببینیم داستان از چه قراره. خب، سوال اصلی ما همینه، یعنی همه ما این روز رو جشن میگیریم، هدیه میدیم، تبریک میگیم، ولی شاید کمتر پیش اومده که از خودمون بپرسیم چرا دقیقاً این روز؟ چرا تولد امام علی؟ مگه چه ارتباطی بین ایشون و مقام پدر وجود داره؟ بیایید با هم این معما رو حل کنیم. خب، همه چیز از یه روز خیلی خاص تو تقویم قمری شروع میشه. 13 ماه رجب. برای شیعیان این روز فقط یه تاریخ معمولی تو تقویم نیست. نه، یه روز پر از معنی و اتفاقات مهمه و داستان ما هم دقیقاً از همین نقطه شروع میشه. ببینید، 13 رجب هم سال روز تولد امام اول شیعیان یعنی حضرت علی هست و هم روزی که ما برای قدردانی از پدرهامون کنار گذاشتیم. حالا نکته جالب اینجاست که این همزمانی اصلاً شانسی و اتفاقی نیست. یه دلیل خیلی عمیق و خیلی مهم پشتشه که میخوایم بهش برسیم. خب، برای اینکه بفهمیم چرا این روز به اسم روز پدر انتخاب شده، اول باید خود امام علی رو یک کم بهتر بشناسیم. چون کلید جواب ما تو شخصیت و زندگی خود ایشونه. زندگیی که پر از اتفاقای منحصر به فرده و مسیر تاریخ اسلام رو برای همیشه عوض کرد. به این 3 نقطه عطف تو زندگی ایشون یه نگاه بندازید. اول از همه تولدشون. ایشون تنها کسی هستن که تو خود خونه خدا یعنی کعبه به دنیا اومدن. این خودش یه اتفاق فوق‌العاده استثنائیه. بعد ایشون اولین مردی بودن که به پیامبر ایمان آوردن و در نهایت از دیدگاه شیعه ایشون جانشین و وصی پیامبر اسلام هستن. این 3 مورد جایگاه ایشون رو کاملا مشخص میکنه. خیلی خوب. حالا میرسیم به اصل مطلب، به جواب اصلی سوالمون. جوابی که مستقیما از زبان خود پیامبر اسلام میاد. اینجاست که گره داستان باز میشه و ما میفهمیم این ارتباط عمیق بین پدر و امام علی از کجا اومده. پس این ارتباط یه چیز من درآوردی یا یه انتخاب فرهنگی صرف نیستا. ریشش برمیگرده به یک روایت، یک حدیث کاملا مشخص از خود پیامبر که همه چیز رو برای ما روشن میکنه. یه ویدیوی دیگه هم دارم، اونم مرتبط با همین موضوع، لینکش میاد این بالا. اگه دوست داشته اونم ببین. این دقیقاً همون لحظه آهای ماجراست. و این همون روایت کلیدیه. پیامبر اکرم فرمودن انا و علیون ابا هذه الامه، یعنی من و علی پدران این امت هستیم. تمام شد. همین یک جمله کوتاه همه چیز رو عوض میکنه. با این حرف پیامبر دارن میگن علی فقط یه فرمانده یا یه شخصیت سیاسی نیست، بلکه در کنار خود من پدر معنوی تمام این جامعه است. این تمام ماجراست. خب، حالا سوال اینه که این پدر امت بودن یعنی چی؟ یعنی در عمل چطور بوده؟ جالبه بدونید که امام علی این نقش پدرانه رو همزمان در 2 سطح مختلف زندگی می‌کرد. یکی به عنوان پدر برای خانواده خودش و یکی هم به عنوان پدر برای کل جامعه اسلامی. ببینید، از یه طرف ما پدر خانواده رو داریم، امامی که تربیت اخلاقی و معنوی بچه‌هاش خیلی براش مهمتر از تأمین مادی بود. اوج این نگاه رو میتونیم توی نامه معروفش به امام حسن ببینیم. از اون طرف ایشون پدر امت بود، یعنی رهبری که با عدالت و حکمتی مثل یه پدر دلسوز با مردمش رفتار میکرد. نمونه کامل این نگاه هم توی اون نامه شگفت‌انگیزش به مالک اشتر کاملا مشخصه. پس وقتی ما از کلمه پدر معنوی استفاده می‌کنیم، منظورمون دقیقاً همینه. یعنی یک شخصیتی که نقش راهنمایی، تربیت و مراقبت از یه جامعه بزرگ رو به عهده داره. دقیقاً همون نقشی که یه پدر توی خانواده کوچیک‌تر ایفا می‌کنه. این همون دیدگاه عمیقیه که پیامبر نسبت به امام علی داشته.
خب حالا ممکنه بگید اینا همش برای تاریخه. چه ربطی به ما و روز پدر امروزی داره؟ اتفاقاً دقیقاً همینجاست که همه چیز به هم وصل میشه. میراث امام علی یه نگاه کاملاً جدید و عمیق به مفهوم پدر بودن به ما میده. این میراث به ما یاد میده که پدر بودن خیلی فراتر از فقط پول درآوردن و تأمین نیازهای مادیه. پدر بودن یعنی مسئولیت تربیت اخلاقی نسل بعد، یعنی ساختن یه الگوی عدالت و شجاعت، هم تو خونه و هم تو جامعه. و از همه مهمتر یعنی اهمیت دادن به اون پیوند عاطفی عمیق بین پدر و فرزند. اینها درس‌های اصلی امام علی برای پدرهای امروزه. و در نهایت این بحث ما رو با یک سوال مهم تنها میذاره. حالا که این ریشه های عمیق رو میدونیم، امروز هر کدوم از ما چطور میتونیم از این میراث بزرگ الهام بگیریم؟ چطور میتونیم نقش پدری رو هم برای خودمون و هم برای جامعهمون دوباره تعریف کنیم؟ این سوالیه که فکر میکنم ارزش فکر کردن داره. خیلی ممنون و متشکرم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. چند تا از بهترین ویدیوها میاد روی صفحه، هر کدوم دوست داشتید تماشا کنید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای منان میسپاریم.